انیمیشن رو که سارگ ساحل ها و الفیشن که هر مبارزه انیمیشن ریکامورسی داره که صحنه ها و نه ببین ما اوناییم خب ما همون یکیم دوبله میکنه پسر مورتی هستم مورتی جونیور بوده ما مغزم من نده دوبله میکنه ریکامورسی رو بوجک هورسمن دوبله بوجک هورسمن داریم دوبله میکنیم و الان اومدیم نه یا وایفای روز یک الان میخوایم بریم بالا از این پل چه ربطی داره؟ آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آقا گوشیشو بده آقا دمتون گرم که تا اینجا ریکامورسی رو دیدید شاید اصلا ندیده باشن شاید هم ندیده باشید داره ولی خب بقیه‌اش هم بریم ببینیم ولی خوب خیلی قشنگه بریم ما چونمون داره پاره میشه بوجک هورسمن نبینه خره بوجک هورسمن هم بریم ببینیم خداحافظ بوجک هورسمن البته فعلا آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم موگی رو ضبط کنیم میخوام براتون آبمو بخورم نه ریختم اونجوری بخور فاحت لیست آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم سلام علیکم عزیزان دل ما الان رسیدیم تو برج طغرل اینم از منگولان جماعت خوشت اومده ازش؟ نه خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا خوشت اومده خفه شو بابا خفه شو خوشت اومده خوشم نیومد منانا بالا رو بگیم گادپوری آجی گادپوری آجی بالا رو بگیم گادپوری آجی چه میگی گادپوریه کی دن آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم سپنتو بامبر در رو ریکور کردن گربه کردن شیر منم نیستی ببخشینو گادپوری ببینید از بالا بگیم سلاخه سپن گادپوری یکی فرق داره افتادی تو اچل بالا سر تو اچل میدم به فنا تو بشم اچل مرتفت فرو رفته تا گلو تو لچل چقدر بزرگی حاجی برده طغرل A few moments later. بعد خب نمیتونه خوب وایسه چون پولساز ورسان بود وایبه تو خیابون میتونه چونالو آجی به این خفنگه به این بزرگیه اینقدر جا ببین از اونجا چه اتفاقاتی که نیفتاده در دوره سلجوقی در دوره سلجوقی کردن عربا اما ما هدفمون از گرفتن این ولاگ فقط این نبود که خودمون رو به شما معرفی کنیم ما هدفمون این بود که هم بیایم برج طغرل رو به شما نشون بدیم همین که یه ولاگی گرفته باشیم و خودمون حال کرده باشیم اما در اصل ما می‌خواستیم بریم جایی که طغرل توش دفن شده رو پیدا کنیم یعنی مقبرش که نتونستیم تا اینکه رسیدیم به این قبرش آره شاید هم قبل طباطبایی آره آجی قبل طباطبایی بچه‌ها لازمه که در مورد آقای طباطبایی توضیح بهتون بدم آقای طباطبایی یکی از مورخان عزیز و باهوش کشورمون بوده که روی کارهای طغرل خیلی تمرکز کرده و خودش هم به انتخاب خودش خواسته که قبرش در اینجا باشه روحش شاد و یادش گرامی ولی الله وکیلی چقدر قبرش خوشگله خوب جایی خوب جایی ایشون مورخ بودن آره خدا بیا مورخ بودن خیلی قشنگه آره خدا بیامرزه ان شاءالله که روحش هر جا هست شاد باشه ان شاءالله چند سال دیگه هم میریم پاریس کتیبه کوروش رو میبینیم اگه بشیم 1000 تا ساب و چیز بگیریم اگه این ویدیو 500 تا لایک ببره میبرم تو پاریس اینا برج میلاد میندازم آره ببریم برج میلاد مثل مدینه مومنتو بعد بگیم پلاتین تو شورش بود دروغ بگیم به مردم پوری مومنتو گیه خداحافظ ممنون که تماشا کردید یه لحظه حاجی وایس بله همونطور که من نظر داده بودم وایسادیم
و از اون آقایی که اونجا بود که خودش هم یه مورخ بود پرسیدیم که مقبره طغرل کجاست و به ما گفت که جسد طغرل یه جایی داخل همین برج دفن شده که هنوزم هیچکی ازش خبر نداره. ببین تو ایران خودمون چه چیزایی که نداره. که ما در داریم آرامگاه طغرل بیک که اول مؤسس سلسله سلاجقه سلجوقیان به نام طغرل بیک اول. ما قبری رو از ایشون نداریم، منسوبه. بعضیا اعتقاد دارن ایشون اینجا دفنه، بعضیا رد میکنن. به هر روی یه نماد و آرامگاهی بودن رو به ما میده. حدوداً 1000 یا 10 قرن پیش ساخته شده. مواد ساخت این بنا ساروج و لاشه سنگ. ساروجی رو که ما شنیده این 5 مواد: سفیده تخم مرغ، بنا به نیاز، پودر یک نوع سنگ خارا یا گرانیت به کار رفته، 33 پل اصفهان، حمام پین کاشان، لوت یزد، میل گنبد قابوس و بناهای دیگه‌ای که داریم بالای 1000 سال معمولاً با ساروج کار شده و این بنا به عنوان آرامگاهی بودن میشناسیم. بنابراین 2 بار مرمت شده. دوره قاجار، نظام جمهوری اسلامی خودمون، حدوداً میشه گفت 75% این ساختار مربوط به 1000 سال پیش، حدوداً تقریباً 24% مرمت شده و این اثر رو ما دقیقاً روبروی حضرت شیخ صدوق داریم یا قبرستان ابن بابه. عزیزانی که میان برای زیارت حضرت شیخ صدوق این اثر تاریخی و ارزشمند از دور پیداست. کاربری ها اینجا بیایید عزیزان، یه ساختار هندسه‌ای میبینیم. چی رو میبینیم؟ سر شیر رو، در ورود، دهان شیر، خطی که داریم، مثلث‌های قرینه، دندون، اونی که فکر میکنیم ریخته شده، بینی. برید بالای بالا، 2 تا چشم و ابروان، نشان از قدرت، شجاعت، دلاوری و ریشه‌دار بودن شماها فرزندان برومند ایرانمه. دمت گرم.